أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زد قدم اول ورود می‌فرستیم بر روان پاک همه شهدای مردم افغانستان در خصوص یک سال گذشته که به خاطر عزت، آزادی و عدالت جانشینی فدا کردن، روحشان شاد و یادشان گرامی باد. در عین حال و مردم خودم آفرین باد میگویم که در این شرایط سخت با امید، با انگیزه هنوز ادامه میدن. امیدوار است بار دیگر همه آزادی و عدالت را همه بچشیم. تشکری میکنم از مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان به خاطر تداوم جلسات مهم کنفرانس امنیتی هرات و در این حال لازم است تشکری بکنم از مرکز مطالعات افغانستان و منطقه تاجیکستان به خاطر میزبانیشان و در این حال از دولت و رئیس جمهور تاجیکستان که از ابتدا با درک درست و شناخت دقیق از اوضاع افغانستان تاکید بر پیدا شدن یک راه حل سیاسی و صلح‌آمیز و به خاطر برقراری صلح و ثبات در افغانستان که زمینه صلح و ثبات را در منطقه فراهم می‌کند تشکری. با وجود چالش‌های جدی که افغانستان روبروست، خوشحال هستم که امروز در دور گفتگوهای امنیتی هرات در شهر زیبای دوشنبه که ارتباط عاطفی و تمدنی را با شهر تاریخی و زیبای ما هرات دارد توسط دانشمندان، پالیسی سازان، دیپلمات‌های محترم برگزار می‌شود. این گونه گفتگوها ریشه در فرهنگ کهن و مشترک همه ما دارد و تلاش مشترکی است برای پیدا کردن راه حلی برای درد مردم افغانستان. صحبت مختصر پیش از سالهای اخیر قبل سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز می‌کنم. در مدت یکم سال گذشته من چند بار شنیدم و خواندم که على خصوص توسط دوستان بیرونی ما ادعا شده بود که سقوط جمهوریت یک سورپرایز بود، در حالی که شواهد سقوط و بحران سالها قبل از ما به وضوح دیده می‌شد. در بسا مجالس با هیئت‌های مختلف از منطقه و جهان در ملاقات با شخصیت‌ها و رهبران ملی افغانستان با مسئولین حکومتی بار این نگرانی‌ها را ماه‌ها و سالها قبل از سقوط مطرح کرده بودیم. اما متاسفانه تنها مانع بلکه مجموعه شخصیت‌های دلسوز افغانستان این نگرانی‌ها را مطرح کرده بودند. اما عدم توجه به این نظرات و این برداشت‌ها و این نگرانی‌ها باعث به وجود آمدن فاجعه 15 اگست شد که باعث از دست رفتن آزادی، عزت، امنیت و سرمایه‌های مالی و معنوی یک ملت و یک مردم و یک کشور شد. و سورپرایزی وجود نداشت و به وضوح سقوط دیده میشد، اگرچه اگر اون نگرانی‌ها توجه جدی میشد چه بسا که قابل جلوگیری هم بود. اما خوشبینی قضایی و وعده‌های توخالی و پوچی چون به عنوان مثال آزادسازی 5000 زندانی که وعده به این بود و ضمانت حتی بعضی کشورها و که دیگر اینا به صفوف جنگ نمی‌پیوندند، اما متاسفانه باور خوشبینی و چنین یک قضایا باعث شد اونا نه تنها بپیوندند بلکه سبب سقوط فراهم شد. این را به این خاطر میگیم که امروز در مجموعه نشست دو روزه صحبت‌ها و نظرات بسیار خوبی توسط اندیشمندان مطرح شد که یک نگرانی‌های جدیدی و عمیق دیگری را مطرح می‌کند که باید توجه جدی و مناسبت بگیرد. بعد از سقوط جمهوریت و در نتیجه تسخیر نظامی کابل و ادامه سیاست زور خشونت توسط طالبان، مقاومت مردان و زنان مردم افغانستان در اشکال مختلفش شکل گرفت. از مجموعه این و نمونه از این تلاش‌ها و این مقاومت مردم ما در قالب جبهه مقاومت ملی ایجاد شد.
از ابتدا و در اولین قدم‌ها جبهه تمام تلاش خود به خاطر حل مسالمت‌آمیز مشکل و باز کردن دروازه‌های معنادار گفتگو و مصالحه با طالبان باز کرد. از طریق مختلف و توسط هیئت‌های مختلفی چه در داخل افغانستان و چه گفتگو و صحبت‌ها در بیرون افغانستان. اما به نقطه‌ای رسیده که امروز منطقه و دنیا تقریبا به اون نقطه رسیده که متاسفانه جز ناامیدی چیز دیگری نبود و ما دریافتیم طالبان نه تنها این تغییر نکردند بلکه هنوز به سیاست تکراری، تحجر و سیاست استبدادی بیشتر تاکید کرد. خواهران و برادران، در 28 سال گذشته طالبان ارزش‌های اسلامی، فرهنگی و انسانی و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان عضوش است به طور هدفمند نقض کرد. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد افغانستان که 3 هفته پیش به تصویب رسید نگرانی عمیق خود نسبت به تحولات و نوسانات در افغانستان از زمان تسلط طالبان نشان می‌دهد و اذعان دارد که طالبان کشور به شرایط وخیم پیش بردند و خود تایید است برای ادعای ما که متاسفانه تغییر صورت نگرفته و برخلاف انتظار همه ما متاسفانه روی کرده که انتظار داشتیم که ما تغییر بکنند پیش نیامد. این بار نیز نگرانی‌های جدی در قسمت تداوم شرایط وخیم فعلی افغانستان وجود دارد که بسا موارد آن توسط اشتراک کنندگان محترم و اندیشمندان در طول 2 روز گذشته مطرح شد که لازم به تکرار او را نمی‌دانم، اما نکات دیگری هست که اونا را با شما شریک می‌سازم. امروز افغانستان در عمل تبدیل شده به یک مرکز آموزشی و سربازگیری برای گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی و یک زندان کلان برای مردم مسلمان و مردم مظلوم افغانستان که متاسفانه این مسئله در نتیجه اعمال مستقیم طالبان بود. مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی که تلاش‌های پیگیری را در راستای ترغیب طالبان برای تغییر انجام دادند در مدت 1 سال متوجه شدند که نتیجه نداد. طالبان برخلاف آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های پذیرفته شده جهانی روش‌های افراطی، ظالمانه و باورهای شدید خود بالای مردم تحمیل می‌کنند. همون قسمی که شما می‌دانید شهروندان کشور ما و ویژه بانوان ما از حقوق ابتدایی خویش محروم است. بحران بشری و اقتصادی و امنیتی در بدترین حالت قرار دارد. هدف ما و تلاش ما همیشه این بوده که شهروندان ما زن و مرد از حقوق کامل برابر باشند. برابری یک چیزی را که اینجا علاقمند هستیم بیان بود و خواست ما از جامعه جهانی هست. ما علاوه بر تمرکز بالای آموزش بانوان ما بر اعاده حقوق اساسی تمام مردم افغانستان که حق آموزش بخشی از اوست تاکید میکنیم و توجه دنیا را میخواهیم و در این راستا باید تلاش‌های جدی و عملی صورت بگیرد. مردم افغانستان لایق شرایط بهتر، لایق اوضاع بهتر و لایق درخواست‌های به مراتب بالاتر از تنها باز شدن مکاتب هستند، بلکه آنها مثل تمام مردم آزاده دیگر کشورها لایق یک زندگی عزتمند، آزاد و مستقل هستند و خودشان باید بتوانند آینده خود انتخاب بکنند و تعیین بکنند. حوادث نزدیک به 16 ماه گذشته در افغانستان و یافته شما کارشناسان محترم در 2 روز گفتگوی افغانستان نشان داد که طالبان برخلاف ادعاهای خودشان برای برآوردن صلح ثبات در کشور و آوردن یک نظم و حتی امنیت شکست خوردند. از وقایع چون حادثه دردناک کاج گرفته تا جنایات جنگی و بشری گرفته تا نقض حقوق بشر و بسا موارد جابجایی و تحریمات سربازهای گروه‌های تروریستی و منطقه‌ای و بین‌المللی، کشف تولید
قاچاق مواد مخدر، ترور و ناپدید شدن نظامیان و کارکنان دولت سابق، بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و محاکمه‌های صحرایی، پوچ اجباری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و ناامنی و نبود قانون و یک دولتی که همگی خود را در او ببینند، روز به روز تمام این موارد تهدیدهایی است که مردم افغانستان و منطقه و دنیا را تهدید می‌کند. برنامه و تماس جدای کشورهای منطقه و جهان به حل و برای پیدا کردن یک راه حل تکتیکی امنیتی نه تنها راهگشا برای حل مشکل افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه و جهان نیست، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نارامی را در افغانستان بیشتر می‌سازد. اگرچه در ماه‌های اخیر تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در فرمت‌های مختلف به خاطر اجماع و هماهنگی بیشتر برای حل بحران افغانستان شکل گرفته که ما از او استقبال می‌کنیم، اما باورمند هستیم که هماهنگی بیشتر و تداوم چنان تلاش‌های نیاز است به رسیدن به یک اجماع کلان برای حل مشکل افغانستان. و ما حل معضلات و نگرانی‌های مطرح شده را بار دیگر تأکید می‌کنیم در تعاملات تکتیکی جدا با طالب‌ها که توسط منطقه و دنیا نمی‌بینیم، بلکه حل مشکل اساسی افغانستان نگرانی‌های متعدد منطقه و جهان را در ایجاد یک مکانیزم همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت و همکاری با مردم افغانستان برای تأسیس یک نظام غیر متمرکز، مشروع و منتخب می‌دهد. و اون نظام است که میتونه یک همکار واقعی و استراتژی برای منطقه و دنیا قرار بگیره برای حل تمام نگرانی‌های چون نگرانی‌های تروریسم، نگرانی‌های مواد مخدر، مهاجرین و بسا موارد. تا وقتی که یک گروه کوچکی بالای مردم افغانستان حکومت میکنه که نه مشروعیت دارن، نه صلاحیت دارن و نه حمایت مردم دارن، تعامل با اونا به هیچ عنوان رهگشا نخواهد. گسترش مقاومت و ایستادگی بانوان به داخل، شکلی اجتماعات و اعتراضات و جریان‌های مخالف طالبان در بیرون از کشور نشان دهنده هرچه بیشتر نارضایتی جدی مردم افغانستان و نارضایتی نخبگان کشور از شرایط فعلی کشور است و تلاششان برای پیدا کردن یک راه حل. اگرچه بار این را شنیدیم که اختلافات وجود دارد، تفاوت‌های شاید تفاوت دیدگاه در رویکرد باشد، اما در طول 1.5 سال در تعاملی که ما با جریان‌های مختلف، نخبه‌های مختلف و احزاب مختلف داشتیم و یک مسئله دیدیم که در اصول اکثر جریان‌ها، اکثر نخبه‌ها، اکثر ظرفیت‌های مردم افغانستان متحد هستند، یک فکر هستند و باورشان بر این است که شرایط موجود ادامه غیر قابل قبول و باید نظامی بیاید که مردم تعیین سرنوشت خود بکنند بنیادین افغانستان مساعد است. و در این راستا برخلاف نظریه‌هایی که باید یک قوت موقف قوی یا ضعیف ایجاد شود و وجود بیاید، ما باورمند و مذاکره از موقف ارزش‌ها و باورها و اصول‌ها هستیم. در این حال برای خلاصه کردن صحبت‌های خود برای نجات کشور افغانستان از شرایط فعلی، حل مشکلات جدی کشور، پیدا کردن راه حل برای نگرانی‌های امنیتی منطقه و فرامنطقه، رسیدگی به حالت بحران بشری فعلی افغانستان، اجماع داخلی که در حال ایجاد شدن است و چنین فرمت‌های تلاش‌های چون اینجا، تلاشی که در ویانا صورت گرفت، تلاش شخصیت‌ها در انقره در ایجاد جبهه شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و بسا تلاش‌های دیگری که انجام شده کل برای اجماع داخلی بوده. همچنین نیاز برای اجماع منطقه‌ای و جهانی است که روی یک مکانیزم مشخص بلکه یک گفتمان کلان و در نتیجه او یک انتخاباتی که مردم خود تصمیم بگیرند سرنوشت خواهد. اگر که طالبان و این دیدگاهی هستند
اونا نماینده واقعی مردم افغانستان هستند، اونا نمایندگی از ملت میکنند و محمولیت مردمی دارند. بسیار یک پیام واضح قبول بکنید انتخابات با نظارت سازمان ملل و جامعه جهانی، ببینیم که مردم از مسیر انتخابات چرا انتخاب میکنند، کدام مکانیزم، کدام شرایط و کدام نظام های استبدادی هیچ وقت دوام پیدا نمیکنند و لازم است که دوام پیدا بکنند و نیاز است که یک تلاش مشترک توسط همه مردم افغانستان، توسط نخبگان و جریان ها و همچنین منطقه و دنیا برای پیدا کردن این راه حل صورت میگیرد. اگرچه علاقه‌مند هستیم که جزئیات بیشتری را شریک بسازیم، اما صحبت ها را قبلا توسط شخصیت ها و نخبگان اینجا انجام شده، لازم تکرارش نمیدانیم و امیدوار هستیم که با همکاری و تلاش مشترک همه و با همکاری و تلاش جمعی همه ما شاهد یک افغانستان آزاد، آباد و مستقل باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.